خوراکی‌هایی که میکروپلاستیک رو از بدنت پاک میکنه. همونطور که گفته بودیم تنها ترکیبی که تحقیقات پزشکی تا الان تایید کرده برای کاهش اثرات میکروپلاستیک آنتوسیانین ها هستند. اینها غنی‌ترین منابع طبیعی آنتوسیانین هستند. زغال‌اخته، بلوبری، تمش، شاتوت، انار، انگور سیاه یا بنفش همون انگور یاقوتی، گیلاس و آلبالو، کلم قرمز، سیب قرمز با پوست، بادمجان با پوست بنفش. روزی فقط یه دونه از اینا رو توی رژیم غذایی بذاری و به بدنت فرصت بدی، خودش رو آروم آروم از میکروپلاستیک پاکسازی می‌کنه. حالا اگه بخوای جذب آنتوسیانین ها رو تو بدنت بیشتر کنی، اونا رو با کمی چربی سالم بخور، مثل روغن زیتون، آووکادو، آجیل و دانه چیا. با چند قطره آب لیمو بخور به خاطر بحث ویتامین C. اون میوه رو از حرارت بالا دور نگه دار، تازه مصرف کن و از همه مهمتر با پروبیوتیک ها همراه کن. آنتوسیانین محلول در آبه. وقتی با روغن هایی که گفتیم همراه میشه، پایداریش در دستگاه گوارش بیشتر میشه و جذبش افزایش پیدا میکنه. پختن طولانی با دمای بالا آنتوسیانین رو تخریب کنه. بهتر خام یا با پخت خیلی کوتاه بخورید. باکتری های بسیار بسیار پر اهمیت مفید روده که البته بحث بسیار مهمی دارن و ویدیوشو حتما براتون به زودی میذاریم، به متابولیسم و فعال سازی بیشتر آنتوسیانین کمک میکنه. حالا به نظرتون مثل آنتوسیانین که میکروپلاستیک رو تو بدن میگیره و کم میکنه، این چه غذای تعجب برانگیزیه که کلسترول LDL رو تو بدن میگیره و کم میکنه؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. تو مپ مسیر رو پیدا میکنید. پارسا داوری، استاژر